عرض سلام دارم خدمت بچه‌های عزیز کنکوری. با حل یک سوال ریاضی از کنکور تجربی 1404 با موضوع تابع در خدمت شما هستم. ببینیم سوال چی میگه. میگه اگر f تابع همانی و g تابع ثابت باشد و g 3x مون به علاوه 2 برابر f 3 به علاوه x مساوی باشه با 3 به علاوه 2x، مقدار f منفی 1 به روی g 4 کدام است؟ دقت کنید بچه ها، این سوال دو تا نکته داره. نکته اول این که میگه f تابع همانیه. خب f تابع همانیه یعنی هر چی بهش بدی همونو به ما میده. f 3 به علاوه x میشه خود 3 به علاوه x. از طرفی میگه g تابع ثابته، یعنی هر آنچه که ما به g بدیم یک مقدار ثابت به ما میده. من این مقدار ثابت رو c میگیرم. حالا اینها رو جایگذاری میکنم، پس میشه c به علاوه این دو رو سر جاش مینویسم ضرب در پرانتز 3 به علاوه x مساویه با 3 به علاوه 2x. حالا این عدد 2 رو در اولی و دومی ضرب میکنم، میشه چی؟ c به علاوه 2 3 تا 6 تا به علاوه 2 ضرب در x میشه 2x مساویه با 3 به علاوه 2x رو هم جلوش می نویسم. خب این 2x ها با هم دیگه خط میخورن، پس نتیجه میگیرم c به علاوه 6 مساویه با 3 میشه. پس c مون مساوی میشه با 3 منهای 6 که میشه منفی 3، یعنی c مون میشه منفی 3. حالا که c مون شده منفی 3، پس این نشون میده g 4 من برابر منفی 3 هست. به جای g 4 منفی 3 میذارم. ببینید بچه ها، این دوتا گزینه یعنی 1/4 و منفی 1/4 حذف شد. این دوتا گزینه میمونه. f منفی 1 چنده؟ مگر نمیگه تابع f همانیه، یعنی هر عددی بهش بدیم خودش رو به ما میده. پس f منفی 1 هم میشه خود منفی 1. منفی در منفی مثبت میشه مثبت 1/3، یعنی گزینه 2 درسته.